بابا ما که پاک قاط زدیم نفهمیدیم آخرش کی اول زنگ زد. آقا کی اول تلفن زد آیه دکتر؟ ببینید من یه مثال بزنم راجع به فوتبال. لازم نکرده تا یابو هست کسی منت اولاغو نمیکشه، بذار اول خود پرزیدنت بگه. دیروز درست در لحظه‌ای که ما آماده حرکت به سمت فرودگاه بودیم به من اطلاع دادن که کاخ سفید تماس گرفته با خود کاخ سفید. خب پس کی تماس گرفت؟ اونها تماس گرفتن با موبایل سفیر ما و این مکالمه انجام گرفت با آقای اوباما. تو که راست میگی ولی یک کوچیک آغموشکافو داشته باش. How this phone call happened, who called whom? And then today, somewhat surprisingly, we were contacted by them to say that President Rouhani would like to speak to President Obama by telephone on his way out of town. ایول دمت جیز. خب شیخ فری تا اینو خورد بدی بریم سراغ ابیانه که امروز افسارشو به تیر دروازه فوتبال بستن. میگن که اگر 2 تا تیم مسابقه بدن تو خاک یکی از این تیم ها، مثلا خارجی بیاد تو ایران مسابقه بده، تمام اعضای مردم هم اونجا باشن تشویق کنن مساوی کنن، مساوی اون کسی برنده میشه که مال کشور دیگه است. مهمونه باشه مساوی. ولی الان تیم شیخ فری چه حالی دارن؟ چیکار میکنن؟ به اصطلاح موسموس میکنن برای اینکه باش ملاقات بکنن. ناکس پس داستان مساوی تو زمین حریف چی شد؟ بحث زنگ اول چی شد؟ من اصلا حالا یه بحثی بود که کی زنگ زده، اصلا من میگم هر کی زنگ زده، اصلا ما فرض نمیخواد. فعلا برو بشین رو نیمکت ذخیره تا بریم ته این فتنه رو در بیاریم که داستان از کجا شروع شد. بزن دنده عقب بریم یه ما قبل بیت عظما. ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها. بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره. باید در این زمینه‌ها نرمش داشته باشیم، اما همطوری که رهبری معظم فرمودند این نرمش باید قهرمانانه باشه. بابا پس این لنگ کفشای قهرمانانه از کجا در اومد؟ خوشبینی و بدبینی عضوا از کدوم توبره بیرون زد؟ به جا نبود خوشبین هستیم بدبینیم. البته خاندایی ما تعریف میکرد که اون قدیمام که دجال میخواست زهر بخوره یه سری بودن که گاگول بازی در میآوردن. ما یه حرف داریم، این سازمان ملل 110 طبقه بلورین کنار رودخانه در نیویورک چرا در طول این 4 سال و نیم به فکر ما مسلمان ها نیفتاد؟ اوه بابا این یارو مدل لنگ کفش دهه 60 70 یکی اینو دهنه بزنه. در طول 120 کیلومتر در عمق 60 کیلومتر به کشور ما تاخت. چرا به فکر صلح نبودید؟ حال که دشمن بدسگال اخراج شده، حال که این ملت 4 سال و نیم ایستاده، حال که ضربه های کوبنده بر مغز صهیونیست ها فرود می آید، به فکر صلح افتاده ای؟ شاسکول بکش افسارو، جام زهر که بیاد خودش میزونتون میکنه. اگه اهل قصه نیستی ای که